برگرفته از کانال یوتیوب دارک مدیا. این ویدیو به تازگی در ردیت منتشر شده است که در آن دو دختر به دلایل وحشت زده دیده می شوند. قلبي تبغى ما أنا بقولي لتول ماما سو أصلي دول توي ما إيه إني نعرف Oh my God در شیشه بالکن اتاق حرکاتی را می بینند. دوری به نظر می رسد که انگار کسی شیشه را تمیز می کند، اما بعد از رفتن به پشت در معلوم شد که اونجا هیچ کسی نیست. ای کن لو ویله ایسو میشین لو درانی درو میشین لو برا میلا که بگه انتین دولو ای ما هی انبوکسی رو دخترها سعی کردند بفهمند که چرا همچین چیزی داخل پنجره دیده می شود. آنها با کدام زبان صحبت می کردند؟ اگر فهمیدید در کامنت بنویسید که این ویدیو مربوط به کجاست. كم هم صدق صوتي صوت أمزل ومشين لوتوني ويمتني Oh my God در یکی از پارک های مشهور ژاپن پدر فرزندانش را برای تفریح آورده بود. در اینجا پدر شروع به فیلم برداری از سرگرمی فرزندانش کرد و در این مدت چیزی در دوربین ضبط شد که با دیدن آن او قسم خورد دوباره فرزندانش را به این پارک نیاورد. پدر دید که چیزی شبیه دست انسان در بین پاهای پسر دیده می شود و با دیدن آن ترس او ضروری بود و برای بررسی نزد پسرش رفت و دید که هیچ انسانی در اطراف او نیست. پس آیا می توانیم این را یک اتفاق ماوراء الطبیعه بنامیم یا حیوانی است که ما دست انسانی فکر کردیم؟ بسیاری از افراد در شرایط وخیم قبل از رسیدن به بیمارستان در آمبولانس ها جانهای خود را از دست می دهند. گفته می شود که این ویدیویی ضبط شده در مالزی مربوط به یک آمبولانس است. در آن یک بیمار از خانه به بیمارستان منتقل می شد. این آخرین سفری عضو خانواده‌اش را یکی از آنها در دوربین ضبط می کرد که در آن چنین چیزی به ضبط رسید. با تماشای مجدد این ویدیو به صورت اسلوموشن مشاهده می شود که یک شکل تار از پشت آمبولانس در حال عبور است. در کمال تعجب این بیمار قبل از رسیدن به بیمارستان مرده بود. اعضای خانواده او معتقدند که آن شکل تار روح اوست. گفتنش سخت است که آیا واقعا روح بود یا چیزی دیگری، اما آنچه که واضح است این ویدیو به اندازه کافی عجیب است. در این کلیپ بعدی نگهبانی را می‌بینید که در یک بیمارستان نشسته است که در حین انجام وظیفه با چیزهای روبرو می شود که قابل درک نیست. این نگهبان به نام جی بریجی مدت زیادی است که در این بیمارستان کار میکند، اما تا به حال در اینجا با چنین حوادثی مواجه نشده بود. او فکر کرد که شاید دچار توهم شده است و وقتی تصاویر مدار بسته را بررسی کرد دریافت که این چیزها نه تنها برای او بلکه در دوربین هم قابل دید است.
Look at I saw that shit. I saw that shit. See, I saw that shit. And I'm like, and then it disappeared over there by the desk. And I'm like, okay. So I looked at the camera. I was like, you know what? I'm gonna calm down. So I wanted to tell the camera, y'all see that shit? Y'all saw that shit, right? I'm telling CHA, did y'all? هر فرد معمولی از دیدن چنین اتفاق غیر طبیعی در مقابل چشمانش وحشت میکند. اما بریجی بسیار سرد عمل کرد و به سمت دوربین اشاره هم کرد. پس از چند روز یک بار دیگر همان حادثه برای جای بریجی رخ داد، اما این بار واکنش او کمی متفاوت بود. Decided to show itself again. See it? It's faint though. I looked at it like, okay. I'm like, okay. So I hesitated, so I just threw something because I didn't know what to do, you know. But that time it came from over my head though, for some reason. I don't know. این چیز بریجی را سخت عصبانی کرد که حتی کتابی را برداشته به سمت آن سایه‌ای در حرکت پرتاب کرد، اما کتاب به هیچ کسی برخورد نکرد. بعد از حدود یک هفته وقتی برای سومین بار نگهبان آن سایه را دید، او دست به چنین کاری زد. Look. There you go. Look at that. It was cold. I'm like, oh. I wanted to follow it and feel. See, I'm trying to feel like follow the cold breeze. I saw it going towards the elevator. So I went there. It was actually a cold breeze towards the elevator, then it just stopped. So I'm like, damn. So I'm like, okay. Then something touched me. I'm like, what the fuck? Something touched me. I'm still trying to see, like, where is it at? Like, it vanished, so how is it still touching me or something? I don't know. It's creepy. بریجی میگوید که سایه به سمت آسانسور بیمارستان میرفت. وقتی دنبالش رفتم ناگهان ناپدید شد و در همان حال احساس کردم یکی به سرم دست زد. بعد از تجربه همه این چیزهای ناگهانی جای بریجی بهتر دانست از اینجا استفاده دهد. به نظر شما آیا او تصمیم درستی گرفته؟ مرد به نام ایوان لافت کلیپ بعدی را در کانال یوتیوب خود منتشر کرده است که در روزی روشن فیلم برداری شده است. اگرچه ممکن است در اولین نگاه دیدن آن کمی دشوار باشد، اما اگر به ساحه تاریکی زیر پل نگاه کنید می توانید ببینید که نوعی موجود انسان نمای ترسناک پنهان شده است. ایوان به محض دیدن آن با حد اکثر سرعت ممکن فرار کرد.